اگه توی گلت با اسهال، بوی شدید آمونیاک یا افت رشد مواجه هستی، هیومیک اسید میتونه گزینه مناسبی برای تو باشه. با من همراه باش. خوبه که بدونید هیومیک اسید ترکیبیه که از تجزیه گیاهان و جانوران در داخل طبیعت به وجود میاد و خاصیت ضد التهابی و اتصال به فلزات سنگین که باعث مسمومیت میتونن بشن رو داره. هیومات سدیم هیومیک اسید در طیور کاربرد بیشتری داره و میتونیم اونو به صورت محلول در داخل آب یا در داخل جیره پرنده استفاده کنیم. این ترکیب میتونه باعث بهبود رشد و بهتر شدن ضریب تبدیل غذایی در داخل گله بشه. همچنین این ترکیب میتونه میزان دفع نیتروژن رو در مدفوع پرنده پایین بیاره و در نتیجه میزان تولید گاز آمونیاک رو در داخل سالن کاهش بده. هیومیک اسید مثل یک لایه محافظ روی مخاط روده رو میپوشونه و اون رو در مقابل سموم و عفونت‌ها محافظت میکنه. نکته مهمی که باید بهش دقت داشته باشید اینه که هیومیک اسید در داخل محلول‌های اسیدی نامحلوله. پس به هیچ عنوان در هنگام استفاده از این ترکیب از سرکه یا اسیدیفایرها استفاده نشه. به همین دلیل برای کمک به کنترل اسهال، سوء هضم و یا در موارد سموم قارچی ما میتونیم از این ترکیب استفاده کنیم. اگه میخوای دوز دقیق و چگونگی مصرف این ترکیب رو بدونی، کلمه هیومیک اسید رو کامنت کن. ارادتمند شما دکتر موسوی.